السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم هواداری کانال و هواداری مول بزرگ، ما امروز 9 دکبر 2022 امروز روبل روسی برابر است 159 سوم 50 درهم. بود هوا مینوس 6 گرادوس است. دوستو در مسجد عزیز ما بعد شما همین خونیکار نگاه نکرده. حالا افسوس مردمی دویمش است که شیره نر پسترم که گفتن دویمش است که بیاد برای خاطر شما دوستو همین خونیکی به نگاه نکرده. گفتیم که ماشین خالی رو زده آوردیم که برای شما از نرخ نواهای گو مولها اندک هم باشد اگر بیان کنیم تا اینکه شما نیست نرخ نواهای بازار رو از نرخ نواها با خبر شد دوستو. این هم باشد برای شما روز جمعه به همگان مبارک باشد دوستو. حاضر در آمده از نرخ نواهای گو مولها برای شما بیان میکنیم که تقریبا طول یک ماه میشد که نرخ گو مول الکی رو به بالا رفته ایستاده است. ویدیو مقبول شود اگر حتما کسانی که در کانال مهمون هستید حتما ابونه شوید و اینچنین لایک را بزنید تا اینکه دیگران نیست از ویدیوهای ما با خبر شوند دوستان. گو بود شده بازار گاو کم این ماشین هست یه 20 یا 28 سیده من دوستان بازار هوا خنک و کم بودم. هر بازار اینجا پر از آدم بوده. این زمان حساب خنکی باشد کمی هم باشد آدم کم است. السلام علیکم و رحمت الله. این غلونچر بازار 33 کرد است. 3300 و 900 است. این غلونچر بازار 4300 است. با قچه بود است بخشی میکنم با قچه رو 43 کرد بود 4300. این گوی بچه رو 5.5 کرد بزرگ بچهش نر بود است. شیر هم داشته است 7 سالش بود است. بس دیگر رامش موندگی است خلاص. گوی بچه 6200 کرده است. بزرگ بچهش موده بوده است. با در اشکمش با یه بچه دیگه دارد. بچه اشکمش هم ماه 7 ماه با بغض بوده است. 2 لیتر شیر دارد دوستان. 2 لیتر شیر دارد. منی دوره شدگی قناجینچر 6.5 ندادن تقریبا 1 ساله بود است. تقریبا 1 سال دارد 6.5 هزار و نداستاد. با فچر بازار 38 کرده است. نداستاد تقریبا تا 8 ماه باشده 3800 نمودش از آخی باشه من دوستو. یعنی بخور بازار 6000 است. 1 سالی چند ماه؟ 1 سال گذشتگی بود است. 6.5 مشکاریان ندارد. منی با خچر بزرگ 7400 کساد است. با نداستاد واقعا نرخ نواها کمی رو به بالا رفته ایستاده است. 74 و 7600 سومانی نداستاد. این با خچر 82 به نداستاد 8200 و نداستاد
Ani bakır dahnim ben adosol yani. Namında şarapmış. ده 1500 من adosol. ما اومدم این 10,000 savdo شده. 10,000 so'm savdo شده. این با قچر 4,550 من adosol yani. البته من ابزار نوور رو کلام کردیم و همین سال خورد رو برنم 4,450 انی غنوجین بازار 42 کرنه است ندوستاد 4,200 سامانی نمونده شده غنوجین انی بروکتر 11,800 سامانی کرسید 11,800 200 میشه 200 این با قچر بازار 7.5 کرسید است 7,500 به ندوستاد سال شوخ بوده این نمونده شده منی بزرگای بچه بزرگ جنگلپو آنها چند چو کردن آجی؟ اینا هرچی مون نخ کنه نه مون نخ نمیگه ما پروست تماشابین آنها سه تا بزیچه اوچه شده اینا رو کفصا ده گرگ وای کسه ده ها چوجو زور شده یا آدم گیره بس را وقت آدم خیلی گانده بلند اینو نخ نکنه نه اینا بزرگای افسانه بزرگ جنگلپو اکو این بچه هویا الولک بلولک کشته که سری تنوره انی غنوجین 51 کسه 5,100 سامانی داستان یعنی نمودی گو از وقتی باشه وزه برسه گوی میشیدن 5,100 سامانی این غنوجین بزرگ 4,100 سامانی کرده است پرادش هم فسان بوده است 4,100 نمونده شد گوی بچه تقریبا 2,000 باشده حاضر با بغوز بوده است میگم 4,900 کرده یعنی که 100 کم 5 3 لیتر شیر 3 لیتر شیر داشته یعنی غنوجین 52 کرسدیان بقه داشتگی نبوده است سیر بودن یا که بقه داشتنش معلوم نه 52 کرسدیان 5,200 یعنی بخره 15,000 کسادیان 15 15 برونده است 15,000 غنوجین قصیر 7,770 سامانی کرده ما 7,770 کو این نمودش علاقبش غنوجین قصیر 7,770 سامانی یعنی گوه بغوز یا اینکه بقرفتگی معلوم نیست 5,700 کس نیست چه شیر داره 5-6 لیتر شیرش به کفالت دست دیم تا شوخوش هم گل نیتیه 5,700 کس نیست بغوز بدنش معلوم نیست من اکوی حاجی خیش خدم من خیشه خطو هماشون همینجا شما رو سلام گفتادیم یعنی گوی 7 ماه بغوز بوده صاحبش میگوید که 5,000 میتیم این زمان 7 ماه بغوز بوده است
در وقت همین بیشتر وقتی زویت کرد تقریبا 5 لیتر شب سهرش بوده است. من گوی اوچه بچه دویم زویشش بوده 8 لیتر شیر داشته. 8 لیتر شیر داشته. از بچه میبینه نره یا موده. بچهش نره. بچهش نر بوده است. آنا. بچهش نر. 8000 اشکر سادیان نداشته ده. خانی خنوجینی کلگو بوده است. 7 ماه بغوز 8200 سومنش کسته. یکم زویش 8200 سومنش کسته. نام داشت از وقتی بشم استو 8200. حتی نویسه از اون حساب کمک توریک. انا گوساله چی نوشیدگی کرد پوشیدگی. چندش کردن آجی اینا؟ 8 چندم زویشه؟ 4م زویش بوده 8000 اشکر سادیم. این بچه یا؟ بچهش موده یا نه؟ بچهش موده بوده است. کرد پوشیدگی بود نه ترسیدگی چی باید خیلی گفته کردکش پوشند نه درست خانم نخورد بزرگ. دوستان من این اوچه بچه را بزرگ 10.5 کرد است. بچهش موده بوده است تقریبا تگه 8 لیتر شیر داشته است. این نمونده شده گوی فسان است. اوچه بچه را 8000 کرد. اولی اوچه ها؟ این بچه این اوچه که یکم زویشش باشده و فکرم یکم زویشه 8000 کرد. همین گوه آوازم نگاه کردم چند گوه بود همش 8000 گفت داد. ایلو بعضش 10000 گفت. ویدیو معقول شود دیگه حتما فکر اندیشه خود در زیر کامنتاری ها بگذارید. من گوی اوچه بچه بازار 6000 کس بوده. شب سهرش بوده تقریبا 9 لیتر شیر بوده است. بچهش موده بچهش موده من بر شما دوستان مول بازار یک کشکاره آجی چندش کرده بازار 18800 سومنی کسیم کشکورچه نامه کشکورچه همین ساله منی بری دوگونزو بوده است بچه‌اش 1100 سومنی سودا شده 1100 سومنی سودا شده. این بخور بازار 8.5 کرده است آخرش نموندش از آخرش 8.5 نه 200 جان کن. من این 1.5 کرده است بازار کشکورچی شاخدار بوده است 1500 سومنی 1500 این کشکورچی رو بازار 1600 سومنی کرده. یعنی 50 تومان در کار باشد نه 1600 سومنی. ویدیو این سالخور بازار سالخه بغوز بودن 1.5 شان فرسته یک نیمی کرده آنی سالخ بازار 2000 کرده است نداسته جان پتیچکای ما یکی از پتیچکای ما را شناختی ما وقتی جاز سودا 2000 چند کرده اینا؟ من دو قشقاچه رو بازار اندش اندر یک دیگر 31 کرده 3100 سومنی کرده. یعنی 4 سالقی بغوز 17 نیمی کرده بازار یعنی 1750 سومنی نرخ کرده است سالقی بغوز
سرخه فرقی بودیم من سرخه رو 12 کرد است بود 12,200 سومانی اندستو 2,500 سومانی قشقرو رو ارزش کرده است بزرگان 2,500 سومانی تینجای خیشم خدا باشه این دو قشقرشیر بزرگ 3,600 کرده 3,600 سومانی همین قشقرشیر بزرگ 3,000 سومان ارزش کرده 3,000 در جای تاریکی 1,860 سومانی شون کسیم سالخور هم رسیدم سر اینجا تاریک بود است تاریکی بود است خیلی بخشیش با چند خریدارو باشن چند؟ نه رقم 290 80 میتونه زنگ خریداری کنی پروش تاریک یکی سالخه فسان دراز انی بوزی چرا 450 سومانی لطیف است کسی دولینی داره دیگه گوسفند نخرید این بزرگ خریده کشته خرید دوستمان بعد شما بوزی سفید انی سوی باش بچه براچه تر چند کنم ها چند شو کنم براچه را کلونیش 700 کنم کلونیش 700 کردم مایدش نخ نکردم تو مایده 300 کلون 600 چند شد آجی بزرگ انگاری اوزی چند شد 500 باش کن 500 بوزی بیشاخ منه دوستو 500 سومانی بغوزه چیده نره یا مادر نره اینه قشقور بزرگ 2,300 آجی این چند شد چند است کن؟ 1,500 برون است بوزی گوش دراز منه شوخش کلتی گوشش دراز چین گوساله شده است 1,500 سومانی این بود دوستو بر شما از نرخ نوای بزرگ اندکی نوار کرده اگر ویدیو معقول شود اگر حتما فکر اندیشه نیک خودتون در زیر کامنتاری ها بگذارید دوستو زنده و سلامت باشید لخت دیوانگری کرده است نیم میدان گره زمانه این چند سم داشته باشه که واهمش کردن همه رو پراکنده کرد دوستو که اسرائیل بوده اگر ویدیو معقول شود فکر اندیشه نیک خودتون در زیر نوار گذارید دوستو باقی سربلند و خانه آباد باشه بعد شما 4,20 گندم 4,5 جف 5 سومون کنجوره بعد شما دوستان محصولات کم میکن چند سومه اکو؟ کم میکن 80 سوم لینگه 80 سوم دست لینگش